هلو گایز، چطوری؟ به یکی دیگه از ویدیوهای کانال صدرتس خوش اومدید. امروز اومدیم با بازی کال آف دیوتی موبایل یه توضیحی درباره این اخبار جدید کال آف دیوتی به شما بدیم، در مورد این اتفاقاتی که تو سیزن جدید افتاده. خب اون گانایی که میداد، گان لژندری که واسه 2-3 روز به شما رایگان میداد و تورنمنت جهانی که حالا چه جوری هست و به چه نوع میتونید در اون کوالیفای شید و بتونید توی اون شرکت کنید، که همونطور که میدونید جایزه اصلی سی پی 500 تا نفر برتر ریجن سی پی میده، سی پی زیادی هم میده، فکر کنم از 500 تا شروع میشه و همچنین پازل بعضی گان ها و اسکین های اپیکو میده به شما، که به نظرم خیلی تورنمنت خوبیه اگه شما هر روز پلی میدید و 24 ساعته میتونید هی امتیاز و پوینت خودتون رو ببرید بالا، چون این تورنمنتیه که هر لحظه رقیبای شما میتونن از شما جلو بزنن و چون خیلی تورنمنت مهمیه و سی پی رایگان میده، خب میتونه خیلی موثر باشه. پس میریم سراغ توضیحات این سیزن کال آف دیوتی و تورنمنت چمپیونشیپ جهانی. بزن بریم لتس. خب دوستان، همینطور که میبینید سیزن جدید کال آف دیوتی گردونه هاش و خب آفرایک گذاشته اینجا میبینید. خب سیزن جالبیه و خب حالا اینجا هم گردونه متیکشه، گردونه متیکشه که حالا خیلی جذاب برای بعضیا. من آیدیم تو کال آف دیوتی بروکن آیویه. اگه کسی خواست همیشه میتونیم با هم بازی کنیم. میریم سراغ توضیحات این سیزن و ورلد چمپیونشیپ. خب ورلد چمپیونشیپ همینطور میبینید فعلا من 480 امتیاز دارم در این چمپیونشیپ، که میبینید مرحله به مرحله به شما پازل اسکین ها رو میده که حالا میره توی باکستون و خب جایزه اصلی همین سی پیه، یعنی که به اون 500 تای برتر به هر ریجن سی پی رو میده. از ریجن ایران نداره یا باید ریجن های مختلف رو انتخاب کنید. ریجن های مختلف، ریجن اروپا داره، ریجن آمریکا داره. بهترین ریجن هایی که میتونید استفاده کنید برای ایران یه دونه ریجن لاتامه که این ریجن به نظرم برای ایران به دست میخوره. ریجن هند، من خودم ریجن هند رو انتخاب کردم و تازه شروع کردم به بازی کردن و 480 تا پوینت فعلا توش دارم، که میبینید رقابت چقدر سنگینه. در مثلا خب رقابت توی هند خیلی بالاترش، اونجا 12,000 تا پوینت آوردن، ولی خب تو ریجن مختلف فرق داره. چون ریجن ایران نداره، اگه رست آوردن بزنید ممکنه بهتون ارور بده. ریجن هند ریجن خوبیه، ریجن لاتام ریجن خوبیه، چون شاید بتونید بهتر بدید توش. و ریجن اروپا که خب بالاخره خیلی سخت داره. در کل ریجن ژاپن هم هستش. یکی از این ریجن ها انتخاب میکنید و کوالیفای میشید و حالا بگیم چجوری میتونید این توکن هاش رو به دست بیارید و چجوری میتونید پوینت بیارید تو این ریجن. خب ورلد چمپیونشیپ چطوریه؟ ورلد چمپیونشیپ اینطوریه که با هر راندی که پلی میدید، اون راند وقتی پلیش میدین بستگی به رنکتون داره. رنک های مختلف، امتیازات مختلف. اینه من الان فعلا رنکم گرند مستر 20 تا میده. گرند مستر 20 تا میده توکن هر بازی که میبری و 20 تا رو که داد به شما، هر بازی که ببری بهت 20 تا میده و شما میتونی به رنک اضافه میشه. بله، توضیحاتی که به شما دادم که حالا میتونیم در موردش صحبت بیشتری کنیم که حالا چه ریجنی رو برداریم و چه چیزی رو میتونیم انتخاب کنیم برای این تورنمنت.
من میذارم طبقه خوابه رو بگو بزنید توم بریزید تصویراتتون بزنید نه خود طرف بزنید خب دوستان همونطور که میبینید من یه دست وین دادم و اینجا اگه رفرش کنم پوینت هم شد 500 تا. بله هر دست که حالا میبری من بستگی به رنگ داره که حالا گرند مستره واسه من 20 تا به من میده، به بقیه مختلفه به من اضافه میکنه. خب فعلا که توی 500 تا نیستم، خیلی مونده که به 500 تا برسم، ولی خب هرچی بیشتر مچ ببری ممکنه شانست بیشتر که توی 500 تا باشی، ولی در کل باید خیلی پلی بدی تا بتونی به 500 تای برتر برسی. خیلی ممنون که منو نگاه کردید. لایک و سابسکرایب یادتون نره، حتما کامنت بذارید.